بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی بخشاینده ای مهربان. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام را، این آیت های کتابی با حکمت است. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. آیا مردم را شگفت بود که به سوی مردی از آنها وحی فرستاده، مردم را بیم ده و مؤمنان را به آن مژده ده که برای آنها نزد پروردگارشان پایه درست هست. کافران گفتند به درستی که این شخص جادوگری آشکارا است. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون. همانا پروردگار شما خدای است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد، کار را تدبیر می کند. هیچ شفاعت کننده ای نیست مگر بعد دستوری وی. این از خدا پروردگار شما، پس او را بپرستید. آیا پند نمیگیرید؟ الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین كفروا لهم شراب من حمیم وعذاب ألیم بما كانوا یکفرون. بازگشت همه شما یک جایه به سوی اوست. به این وعده درست خدا وعده کرده است. به درستی وی چنان که آفرینش اول را آغاز کرد سپس آن را بازگرداند تا آنان را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند به انصاف پاداش دهد و برای آنان که کافر شده اند آشامیدنی از آب گرم و عذابی درددهنده است به سبب آنکه کافر شده اند. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. آن خدای است که آفتاب را درخشنده و ماه را روشن ساخت و برای ماه منزلها را معین کرد تا شمار سالها و حساب را بدانید. خدا این را جز به تدبیر درست نآفریده است. نشانه ها را برای گروه که میدانند بیان میکند. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض
في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بدرستی در آمد و رفت شب و روز و در آنچه خدا در آسمان ها و زمین آفریده است برای گروه که پرهیزگاری میکنند نشانه های هست. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. همانا آنان که ملاقات ما را امید ندارند و به زندگانی دنیا خوشنود شده اند و با آن آرام گرفته اند و آنان که از نشانه های ما بیخبرند. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. جای آنها به سبب آنچه عمل میکردند آتش است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. همانا آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کرده اند پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را راه می نماید در بستانهای نعمت، زیر آنها جویها می رود. دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. در آنجا دعایشان سبحانك اللهم باشد و درودشان به یکدیگر سلام بود و نهایت دعایشان آن است که حمد خدای راست، پروردگاری عالمیان. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. و اگر خدا به مردم مانند آن که آنها نعمت را زود می‌طلبند سختی را زود می‌رسانید اجلشان فرا می‌رسید، پس آنان را که به ملاقات ما امید ندارند می‌گذاریم تا در بیراهی خویش سرگردان باشند. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. و چون به آدمی رنج برسد بر پهلو خفته یا نشسته یا ایستاده به جانب ما دعا میکند، پس آنگاه که رنج او را از وی برداریم میرود گویا که ما را به دفع نکردن رنج که به او رسیده بود نخوانده است. همچنین برای از حد گذرندگان آنچه می کرده اند آراسته شد.